درود بر علاقه‌مندان بر مسیر بازیگری. امروز قراره در رابطه با میخائیل چخوف و سبک چخوف صحبت کنیم. میخائیل چخوف برخلاف نظریه استادش که میگفت باید از حافظه عاطفی و تجربیات گذشته استفاده کنیم، نظریه‌ای رو با نام حافظه بدنی مطرح میکنه. یعنی زمانی که من قرار نقش کسی رو بازی کنم که مادرم رو از دست دادم، حتما لازم نیست از خاطرات تلخ گذشته استفاده کنم. فقط کافیه ژست و حالت بدنی یه آدم غمگین رو بگیرم تا بتونم اون احساس رو به درون خودم بیارم. شونه ها میاد پایین، بدنم شور میشه، پاهام کرخت میشه، گلوم میگیره و غمگین میشم. یا مثلا اگر قرار نقش یه آدم حریص رو بازی کنم، فقط کافیه خودم رو با ژست یه آدم حریص تصور کنم. یه شکم بزرگ دارم، لپای درشت دارم، دندونامو با هم فشار میدم و مشتامو با هم گره میکنم. تکنیک دیگه‌ای که چخوف پیشنهاد میده استفاده از فضاسازی و اتمسفره. برای مثال اگر من قرار نقش غارنشین رو بازی کنم، فقط کافیه فضای اون غار رو تصور کنم تا بتونم حسش رو پرورش بدم. تاریکه، سرده، زمین کف غار سخت و زبره، صدای زوزه باد میاد، بوی نم خاک میاد. و نکته قابل توجه اینه که خود نوید محمدزاده هم دقیقاً از سبک چخوف استفاده میکنه. ما مهرمون افتاده گردن یک چه؟ اما دخترم یکی بسید چوری میکنی؟ بده من ببینم. بده من ببینم. برای شناخت بیشتر سبک چخوف میتونید از کتاب راهنمای تکنیک بازیگری چخوف از لنارد پتیت بهره ببرید. خب این هم از سبک بازیگری چخوف. حالا اگه دوست داری 11 ژست روانی چخوف رو بشناسی، کلمه سبک چخوف رو برای ما کامنت کن.